سلام دوستان. یه لحظه، فقط یه لحظه صبر کنید. داری کجا میری؟ داری میری طلا بخری؟ با اون اندک سرمایه‌ای که داری میری طلا بخری. حتی تو فکر هستی که وسیله دست تو و حتی خونت هم شده بفروشی و بری طلا بخری، چون تو فضای مجازی آرش و امثال اون که خودشون رو نجوم شناس و آینده نگر میدونن گفتن که قرار طلا گرون بشه. خب قطعا اونها دارن چرخه اقتصادی طلا رو و یا دلار رو به دست ماها میچرخونن. اونها دارن تلاطم ایجاد میکنن. اونها دارن باعث نوسانات میشن. اونها دارن باعث میشن که ثبات اقتصادی کشورمون به خطر بیفته. سالیان سالی ما داریم از اینها پیروی میکنیم. آیا چرخه اقتصادی کشور رو متوقف نکردیم؟ آیا باعث نمیشیم که زیر ساختای کشور به عقب بیفته؟ آیا باعث نمیشیم که سقف مدارس ساخته نشد و فرزندان ما از تحصیل عقب بمونند، به خصوص در روستاها؟ بیایید برای یک بار هم که شده به جای فکر کردن به منافع فردیمون به منافع جمعی فکر کنیم. بیایید برای یک بار هم که شده به جای فکر کردن به منافع شخصیمون به آینده جوانانمون فکر کنیم. به اشتغال زایی اونها فکر کنیم. به امیدی که اونها باید به آینده داشته باشن فکر کنیم. ممنون و به امید زندگی بهتر برای تمام هموطنانم.